تازه‌های تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من شعله گلخوجه هستم. در خدمتتان در برنامه امروز 30 سپتامبر این موضوع ها را داریم. قدردانی برای نجات از مرگ در شمال تاجیکستان. دو امدادرسان از خودکشی جوان دختر جلوگیری نمودند. دخترک میخواست با سبب‌های وضع اولوی به جای خود قصد نمونه، یعنی که در اولم منتشر تاکسی های 5 سومانی در راه‌های دوشنبه مسافران راحت می‌کنند. رانندگان نقلیاتی جمعیتی گله. سخاوت سلطانی کبیر بسیار متیان سیگنال متی داشتم متیان و مساجد قلف بر در نمازگزاران تاجیک همانا منتظر بازگشایی مسجدها در تاجیکستان هستند. جون نمیشیده دیگه میشیده است. دیگه جدا نمیشیده است. ویروس. در مسجد ویروس بوده است. در دوشنبه همایشی تجارتی تاجیکستان و ازبکستان با امضای 15 سازشنامه نو با مبلغ 50 میلیون دلار به پایان رسید. در این فورم 300 نماینده دولتی و بخش سرمایه گذاری از دو کشور شرکت داشت. همایش مذکور در دایره جلسه هفتم کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی برپا شد. در این گفتگوها هیئت تاجیکستان را سروزیر قای رسولزاده و همتای ازبکستانی او عبدالله اوریپوف رهبری کردند. هیئت بلندپایه ازبکستان 29 سپتامبر به تاجیکستان آمده. پرزیدنت امامعلی رحمان سروزیر عبدالله اوریپوف را دیروز به حضور پذیرفت. در هفته ملاقات طرفان توسعه همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. کمیته حالتهای اضطراری در ولایت سوغد به دو امدادگر برای نجات دختر از مرگ سپاسنامه سپرید. روز 28 سپتامبر ساکن 17 ساله شهر گلستان خود را به سیردریا افکند. برای بیرون آوردن او از آب دو جوان به کمکش شتافتند. بعدا معلوم شد که خانم نابالغ مقصد خودکشی را داشته است. فرزان محمدی از قبل مسئولان کمیته حالتهای اضطراری میگوید در سال جاری این اولین حالت نیست که نجات بخشان ساکنانی به اصطلاح زندگی بیزار را از مرگ میرهانند. سردار حالتهای اضطراری در شهر خوجند دو دانشجو را برای از مرگ رهانیدن یک جوان دختر قدردانی نمود. گوزل دوستبای و زمانی که خود را از بلندی پل مرکزی شهر به دریا انداخت، این دو جوان به کمکش شتافتند و نگذاشتند که او غرق شود. سهراب میرزایف همگی 18 سال دارد و دانشجوی سال اولی دانشگاه تجارت است. او فارغ از درسهایش به حیث اختیاری به کارمندان حالتهای اضطراری کمک میکند. هرچند تجربه همکاریش همگی 3 ماه است، ولی شام 28 سپتامبر با یاری همسال و همپیشه‌اش بهرالدین شریپوف جان جوان دختری را که ظاهراً قصد خودکشی داشت از مرگ نجات دادند. یک دخترک از بنین بالای ماست خودش را پرتافت. ما در همون MTS شهری در همونجا بودیم، قطعی یکا بودیم، لاتکه شدیم و اون طرف اینجا آمدیم و دخترک طرفی من اونجا تیمور ملک آمده بود. کروگا پرتافتیم، دخترک رو کشاله کردیم، در لاتکه شناندیم، یاری رساندیم، یکم یاری. به اطلاع نجات دهندگان دختری که آنها از آب بیرون کشیدند ساکن 17 ساله شهر گلستان بود. او در آن شام سرد تیر ماهی با لباسهای در تن داشته‌اش خود را از بالای پل اسماعیل سامانی به دریای سیر پرتافت و در موج پرشدت این رود عظیم پیچ و تاب می‌خورد. در وقتی صحبت یعنی که معین کردن نام نسبی شخصیتی همون غرق شده معین گردید که دخترک میخواست با سبب‌های وضع اولوی به جای خود قصد نماید، یعنی که در اوله مناقشه سر زده است. به اطلاع بخش سوغدی حالتهای اضطراری از آغاز سال این ششمین حالت دست به خودکشی زدن زنان و دختران است که با وضع بد روانی و عائلوی میخواستند قصد به جان خود کنند. حتی یکی از آنها جوان دختری 12 ساله بوده است، ولی با کمک اختیاریان و شاهدان آنها توانستند جلوی این حالتها را بگیرند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در این اواخر در اساس شکایت شهروندان دوشنبه 33 راننده را جریمه بسته است. مجازات راننده ها در پی رید و بنابر گفته مقامات انتظامی نقض قاعده های حرکت در راه صورت گرفته است. طبق مشاهده ها از این گونه رید ها اکثرا راننده های تاکسی های به اصطلاح 5 سامانی گله می کنند، زیرا پاندمی کرونا ویروس در این ماه شماره چنین تاکسی ها را در پایتخت بیشتر کرده است. هرچند مقامات فعالیت چنین تاکسی ها را غیر قانونی نام میبرند، ولی نرخ خوب و خدمات فوری آن را محبوب مسافران نموده است. شهلای عبدالله موضوع را پیگیری نمود. رستم راننده تاکسی معروف به 5 سامانه است. تاکسی رانی او از ناچاری است چون راهش به روسیه بسته است و در داخل تاجیکستان هم جای کاری ندارد. روز به روزی بازار مونده با تاکسی مونده دیگه کار نیست. چیکار کنم مردم؟ تاکسی های معروف به 5 سامانی در دوشنبه تقریباً 10 سال قبل پیدا شدند. این نوع تاکسی ها معمولاً در کوچه های مرکزی پایتخت حرکت کرده بر عوض 5 سامانی به ساکنان دوشنبه خدمت رسانی می کنند. مقامات با اشاره به غیر قانونی بودن کار تاکسی ها پیوسته نسبت آنها رید می گذرانند. به تاکید مقامات این تاکسی ها برای کشاندن مسافران باید رسما اجازت گیرند. او تاکسی که خودسرانه مشغول میشه همون کودکس حقوق ورانکی معمولی خدمت ماده 510 غیر قانونی مشغول شدن به مسافر کشانی و برفت دیگر واسطه نقلیات جمعیتی خلل میرسونند، دغلانه ویران میکنند قاعده حرکتی رو. اما مسافران بودن تاکسی های 5 سامانی را برای فوریت و ارزانیشان لازم میدانند. چون که مثال تاکسی هستن 33 یا که 4 تا 1 اینو قیمتن مثال از 10 سوم سر میشد، اگر از ایرپورت تا زرافشان روند مثال با گفتی بعضیا 40 سوم میشد. بعضیا کار دارن مقصد تیز رفتنشون در کرای هم باشه جمعیت خوبتره. ولی تنها مقامات نیستند که از کاری راننده های تاکسی های 5 سامانه ناراضی اند. برخی رانندگان نقلیات مسافرکش هم نگرانی میکنند که این نوع تاکسی ها به حرکت آنها خلل میرساند. راه نمیتونن گذاشتن، سخاوت سلطانی کبیر بسیار هم میتونن، سیگنال میتی داشتون میتونن. بنا به اطلاع شهرداری دوشنبه حالا در پایتخت 11 شرکت تاکسی رانی با بیش از 2000 نقلیات به مردم خدمت میکنند، اما برخی ها تعدادی واقعی تاکسی ها را در پایتخت تاجیکستان تا 20000 عدد ارزیابی میکنند. در این رقابت تاکسی های 5 سامانی ناکام نیستند. از اینجاست که بعضی تاکسی های رسمی هم بعضا نقش 5 سامانی را گذاشته طبق معیارهای آن مسافر میکشانند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در ایالات متحده آمریکا نخستین مناظره انتخاباتی بین دونالد ترامپ و جو بایدن نامزد از حزب دموکرات برگزار شد. مناظره های تلویزیونی بین نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا طی 4 دهه گذشته به طور منتظم ادامه داشته است. مباحثه نوبتی بین دو نامزد در ایالت اوگایو آغاز شده 1.5 ساعت دوام کرد. کایمارسیاتو در همین باره میگوید. نخستین مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن نامزد حزب دموکرات 35 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. به سبب پنجشوی بیماری کرونا ویروس نو، دو نامزد در آغاز مناظره از دست دادن با یکدیگر خودداری کردند. کریستوفر اوالس خبرنگار شبکه فاکس نیوز مجری این مناظره بود. بر اساس قرعه کشی دونالد ترامپ این مناظره را آغاز کرد. سوال اول درباره دادرس امی کانی برت بود. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش گفت که ما در انتخابات پیروز شدیم و حق داشتیم که نامزد عضو دادگاه عالی را معرفی کنیم. در بخش دیگری از مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، مجری از دونالد ترامپ پرسید که آیا او در سالهای 2014 و 2017 چقدر انداز یا مالیات سپرده است. دونالد ترامپ در پاسخ گفت که او میلیون ها دلار انداز پرداخته است. دونالد ترامپ در ادامه مناظره گفت که چرا همسر شهردار مسکو 3.5 میلیون دلار به هانتر بایدن پسر جو بایدن داده است.
جو بایدن در جواب تاکید کرد که معین شد این گزارش درست نیست و فرزند او هیچ کاری نادرست انجام نداده است. مناظره با بحث درباره اینکه نامزدها نتیجه رایپرسی را خواهند پذیرفت یا نه انجام یافت. جو بایدن واضح گفته است که با روشن شدن نتیجه ها آن را خواهد پذیرفت، اما دونالد ترامپ به سوال در این باره جوابی روشنی نداده است. مناظره نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا 90 دقیقه ادامه کرد. این مناظره در 6 محور گذشته دونالد ترامپ و جو بایدن، دادگاه عالی آمریکا، پاندمی فراگیر، اقتصاد، اعتراضهای نژادی و خشونت در شهرها و شفافیت انتخابات برگزار شد. برمیگردیم به تاجیکستان. در بهار امسال دقیق‌ترش از ماه مارس حکومت تاجیکستان بنابر پاندمی کووید 19 در مکتب‌ها تعطیل اعلام کرد. فعالیت مسجدها، کاری بازارها و طربخانه و مکان‌های آرایشی را محدود نمود. با گذشت چند ماه خوانندگان به تحصیل برگشتند و مؤسسه‌های دیگری تجارتی و معیشی فعال شدند، بجز از مسجدها و جماعتخانه‌ها که تا هنوز برای نمازگزاران دستنو هستند. چرا؟ مولارجب یوسفی و شهلای عبدالله پرسجو کردند. در حالی که بسیاری از محدودیت‌های وابسته به کووید 19 در تاجیکستان برداشته شدند، برخی ساکنان می‌پرسند که چرا در این مسجدها گشاده نمی‌شود. عبادتخانه‌های تاجیکستان از 18 اپریل به خاطر پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس بستند. این سوال هم زیاد صدا می‌دهد که آیا بیماری تنها در مسجد پهن می‌شود؟ در این قضیه کوچه گشته سیمی و اتوبوس نه پرای آدم ویروس وجود نمیشه، فقط در مسجد میشه. اونجا ماسک میکشی میره توات عبادت میکنی، این خوب نیست. مجبور نمیشه لیجا میشه است دیگه جدا نمیشه است ویروس در مسجد ویروس بوده است. مقامات تاجیکستان درباره بسته بودن مسجدها دلیل خود را دارند. مسئولین کمیته دین و تنظیم عنعنه گفتند مسجدها تنها بعد از خلاصه ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 باز می شود. این هم در صلاحیت ستاد جمهوری و وزارت تندرستی است. اگر اونها صلاح می‌دونند که مثلا باید مسجد و فعالیت کنند و اون برای با وضع فعلی اپیدمیولوژی موافق هست، ما آماده هستیم و اتحاد دینی کشور آماده هستند که فعالیت خود از سر گیرند. اما کمیته دین وضع فعلی اپیدمیولوژی کشور تشخیص کرده نمیتواند که تا چه اندازه مثلا ما آماده هستیم که همین فعالیت اتحاد دینی را از سر گیریم. در وزارت تندرستی برادر آزادی گفتند منع نمازگزاری در مسجدها به خاطر پیشگیری نسل کلانسال از کووید 19 است، چون به گفته مسئولین این نهاد نسل کلانسال در برابر پاندمی قشر آسیب پذیر است. نزدیک 6 ماه است که در این مسجدهای تاجیکستان برای نمازگزاران بسته است و معلوم نیست که کی باز می شود. مسجدها در تاجیکستان یکی از مکانهای اصلی تجمع می باشند و روزهای جمعه در اینجا ازدحام بزرگ جمع می شود. مقامات این کار را یکی از دلایل اصلی بسته شوی مسجدها می دانند که چون به تاکید آنها جمع شوی بیشتری آدمان باعث پهن شوی بیماری کووید 19 می گردد. برخی پیشنهاد دارند که تاجیکستان از تجربه کشورهای اسلامی استفاده برده با رعایت قاعده‌های بهداشتی گذاشتن نماز را در مسجدها اجازه دهد. این بار دوم است که نمازگزاری دست جمعی در مسجد و جماعتخانه‌های تاجیکستان منع می شود. بار اول در ماه مارس عبادتخانه‌ها برای 2 هفته بسته بودند. در تاجیکستان حدود 4000 عبادتخانه رسما ثبت شده است. مولارجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. و شهرداری مسکو سرگей Собянин اعلام کرد که در رابطه با افزایش کووید 19 خوانندگان مکتب‌ها از 5 تا 18 اکتبر به تعطیل فرستاده می‌شوند، اما این تعطیل به باغچه‌های کودکان ربط ندارد. روز 25 سپتامبر مقامات مسکو رسما از ساکنان 65 ساله به بالا خواستند که بدون ضرورت از خانه نبرایند. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید و نوارها را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتان نرود از آن فردا صبح بر وقت ما شما را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم ماند. تا آن دم خدا نگهدارد.